سلام. امروز 24 آبان 1404 ساعت 12:26. پروژه جدید فیس ترکر دنبال کننده چهره هست، به این صورتی که چهره رو شناسایی میکنه و دنبال میکنه. کامپیوتر تصویر رو از یک دوربین که من اینجا از موبایل خودم استفاده کردم دریافت کرده، توسط یک مدل هوش مصنوعی پردازش و شناسایی میکنه و برای حرکت به یک برد و موتور فرمان رو ارسال میکنه. سیستم کلا به صورت بیسیم هست، فرمان ها ارسال میشه و موتور برای دنبال کردن چهره میچرخه. این سیستم برای اینترنت اشیا، خانه های هوشمند یا رباتیک قابل استفاده است. میتونیم به صورت دستی یا اتوماتیک یا هر دو استفاده کنیم. متشکرم.